اسرائیل در ظرف 6 روز ارتش‌های 3 کشور عربی رو شکست داد. 6 روز. ولی جنگ‌های پارتیزانی، جنگ در شهرها، جنگ در غزه شوخی نیست. کار بسیار مشکلی است. در اسرائیل هر روز اعلام میکنن که دیروز ما چند تا تلفات داشتیم، اسمشون رو میگن. هر فردی که کشته میشه، عرض کردم اسرائیل عزا میگیره. امروز هم چند تا موشک به سوی اسرائیل شلیک کردن. این دروغه که بگیم هیچ خسارتی وارد نیامده. در ظرف 12-13 سال اخیر 60,000 موشک از غزه به سوی اسرائیل شلیک شده. حتی با وجود گنبد آهنین که 100% نیست، اسرائیل تلفات بسیار داده، ویرانی‌های بسیار شده. همین الان 3 ماهه که کشور اسرائیل فلج هست. مردم آواره شدن از خانه‌های خودشون. تمام هتل‌های کشور رو پر از این پناهجویان کردن، آوارگان کردن.